منی که لنگ نون شبم هستم چه اهمیتی داره که پروپاگاندا چیه، رسانه ها چی میگن، اصلا به من چه؟ باید برات مهم باشه، به خاطر اینکه پروپاگاندا یه جور دراگه که داره مفت و مجانی به صورت 24 ساعته به همه عرضه میشه، از جمله خود تو. دراگی به نام پروپاگاندا ساخته شده تا وقتی دارن جیبتو میزنن دردشو کمتر حس کنی. بیاین یه بار برای همیشه تکلیفمون رو با این واژه دهن پر کن پروپاگاندا روشن کنیم. برای اینکه بفهمیم پروپاگاندا یعنی چی، باید اون رو با خبر و دروغ مقایسه کنیم. فرض کنید رویداد واقعی اینه که بنزین گرون شده. حالا بیایم ببینیم که رسانه چجوری با این رویداد بازی میکنه. لایه اول لایه خبره. خبر فقط مأموریت داره که بگه چی شد. مثلا بنزین از امشب 50% گران شد. تمام. لایه دومی که رسانه میتونه با این رویداد برخورد بکنه لایه دروغه. دروغ چیزی رو میگه که واقعیت نداره. مثلا وقتی قیمت بنزین عوض شده و رسانه بیاد بگه که این شایعه است و کذب محضه. اما لایه سوم که لایه پروپاگانداست. پروپاگاندا نه الزاماً دروغه و نه خبر خام. پروپاگاندا یعنی چیدن انتخابی واقعیت‌ها که به تو بگه اینجوری به رویداد نگاه کن. مثلا به تو بگه که با گران شدن بنزین ترافیک کم میشه، هوا پاک میشه، درآمدش مستقیم میره تو جیب دهک‌های پایین. دقت کنید این جمله ها تک تکش ممکنه درست باشه، اما تصویر نهایی که در ذهن شما ساخته میشه یه تصویر وارونه است. خبر میگه چی شد، دروغ میگه نشد، پروپاگاندا بهت دستور میده که اینجوری بهش نگاه کن. ماشین پروپاگاندا 3 تا بازوی اصلی داره: دلقک، قصاب و شعبده باز. امروز با بازوی اول یعنی دلقک شروع میکنیم. بازوی اول پروپاگاندا دلقک است. مأموریت او نه خنداندن، بلکه تریویالیزیشن یا بی اهمیت سازی حقایق تلخ است. دلقک با استفاده از مغالطه استرامن یا به قول خودمون پهلوون پنبه یه تصویر کارتونی از استانداردا میسازه تا سطح انتظارات شما رو پایین بیاره. حالا بریم سراغ یه نمونه واقعی از دلقک. به این کلیپ از برنامه پاورقی که از شبکه 2 پخش میشه نگاه بکنید. از این مناشه امیر اسرائیلی چند وقتی بود فیلم پخش نکردیم، آدم اصلا میبینتش مرمور میشه. خیلی دوست نداشتیم بهش بپردازیم. اینجا دلقک بازی رو با حمله به شخص شروع میکنه. با مسخره کردن اسم و ملیت سوژه میخواد اول اعتبارش رو تو ذهن شما له کنه تا فضا برای لودگی استراتژیک آماده بشه. اینجا هدف نقد حرف نیست، هدف بی ارزش کردن آدمی هست که داره حرف میزنه تا تنفر عادی به نظر برسه. میگه بعد از 7 اکتبر یهود ستیزی 4 برابر شده. میدونیدم که اینا منظورشون از یهود ستیزی چیه؟ هر کس به صهیونیسم و صهیونیستا و اسرائیل و اینا بگه بالا چشت ابروه، اینا اسمشون میذارن یهود ستیزی. حالا دلقک میره سراغ استرامن یا مغالطه پهلوان پنبه. او مفهوم پیچیده یهود ستیزی رو به یه تعریف مندرآوردی و مضحک تقلیل میده تا بتونه راحت مسخرش کنه. اینطوری هر هشداری درباره تنفر نژادی رو تبدیل به جوک میکنه تا حساسیت‌های اخلاقی شما رو کلاً فلج کنه. میگه انتظار داشته بعد از 7 اکتبر یهود ستیزی کم بشه ولی 4 برابر شده. خب بی خود انتظار داشتی. اینجا دلقک رسما وارد فاز تریویالایزیشن یا بی اهمیت سازی میشه. دلقک با مسخره کردن حق امنیت برای انسانها راه رو برای پذیرش خشونت به عنوان یه امر خنده‌دار باز میکنه. اصلا انتظاراتتون هم شبیه آدمیزاد نیست. نه رفتارتون، نه اون جایی که بهش میگید کشور، نه انتظارات، هیچ چیتون شبیه آدمیزاد نیست شما. و اینم تیر خلاص، انسان زدایی. دلقکی که تا الان شما رو میخندوند حالا صاف تو چشماتون نگاه میکنه و میگه فرد مورد نظر اصلاً آدمیزاد نیست. دلقک با خارج کردن این فرد از دایره انسانیت عملاً داره میگه هر جنایتی علیه او نه تنها مجازه بلکه لازم به نظر میرسه. دلقک اینجا نقاب رو بر میداره تا چهره واقعی ماشین تنفر
دیده بشه. شاید فکر میکنید دلقک فقط اونایی هن که توی صدا و سیما با خنده و شوخی واقعیت رو مسخره میکنن، اما بیاین یه لحظه بریم اونور مرزا، اونورتر از 20 تا قلب لندن، تا BBC. اینجا با چیزی طرفیم به نام خبرنگار ادغام شده در دل سوژه. وقتی خبرنگار به جای ایستادن کنار صحنه خودش بخشی از خبر میشه و میره تو دل روایت، همدلی و روایت انسانی جای تحلیل ساختاری رو میگیره. فقط جدار شد لا غارات. نه ظاهرا ما هم اشتباه کردیم. الان همکار من داره به هم میگه که دید صحنه انفجار رو. این همون بازوی دلقک پروپاگانداست، منتها با یه شکل و شمایل دیگه. پروپاگاندا لهجه نداره، ابزار داره. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.